با اینکه من هیچ پنسی هم ندادم بچه‌ها، می‌بینید هیچ پنسی هم بهش ندادم. برش اصلا نمادین طراحی شده. آره نمادین طراحی شده، ولی نگاه کنید اینجا قشنگ اینجا سینه داره اینجا. می‌بینید با اینکه نمادین طراحی شده ولی سینه داره. من پنس ندادم که. خب بیا جلو. چطور این کارو کردی؟ تکنیکای دوخته دیگه. لینکن نگهدار می‌بینید. یعنیش هیچ اضافه‌ای نداره، حلقه هیچ اضافه‌ای نه، سینه هم نشسته. یه کمی چرخید من فیلم بگیرم. بچه‌ها می‌بینید با اینکه من هیچ پنسی ندادم ولی تکنیک دوخت. تکنیک دوخت درست اجرا نشه. من هیچ پنسی ندادم، یعنی الگوی بدون پنسه، ولی می‌بینید قشنگ قالب داره. چرا به این تمیزی نشسته؟ اگر تکنیک دوخت و اتوت ضعیف باشه نمیتونی کارو تمیز در بیاری. اصلا الگوی پنسا رو بهت بدم 2 برابر هم پنسو بدن، گودی زیادی هم بدم، قوس زیادی بدم، ولی دوخت خوب بلد نباشی همه جوانه و نتونی با هم دیگه هندل کنی به مشکل. من الگوم لخته‌گیری ندارم. شاید مثلا بیام لخته‌گیری با اتو دارم ولی تو الگوم هم به عنوان لخته‌گیری رو قبول ندارم. شاید بیام یه پنسی یه کاری انجام بدم. لخته‌گیری کلا تو الگو اشتباهه. دلیلش هم گفتم. نگاه کن. من الان اگه بخوام اینجا رو لخته‌گیری کنم نگاه کن جلوی لباسمو. می‌بینی؟ حالا اگر این برای لخته‌گیری کنم نگاه کن اومد این بر. خب لخته‌گیری یه لباس این شکلی میشه، یه لباس این شکلی میشه. من لخته‌گیری تا چه سایزی جواب میده بدون پنس سرشون؟ ببین این تا 42 44 که 100% جواب میده. خب ولی اگر خب سینه طرف شما اینو نتونی بدوزی، خب کت چجوری می‌خوای بدوزی؟ این کاری که بدوزی دیگه تو کت خیلی کمتر به مشکل می‌خوره دیگه. من دقیقاً شما به من دارم تمام مستر میگم دیگه. بچه‌ها تمام مستر دیگه. کار تمام مستر. بعد اون آستین داشته باشه راحت‌تر هم هست. گرفتی بدون آستین حلقه سخته. پنسل هم استفاده نکردم. حالا اگه بخواد گشادش کنه میتونیم یه ذره خب پهلو کلا زمانی نمیبره. گشاد نکنه. قالب تن قشنگه. چرا گشاد نکن؟ من توصیه نمی‌کنم، باز به خودت. نه خوبه. چون قالب تنته قشنگه، گشاد بشه بکنم قشنگ نشه. بعد دامنشو میارم